سلام، امروز اومدیم براتون یه دونه پودینگ شکلاتی آموزش بدیم. مواد لازممون پودر نشاسته میخوام، نشاسته ذرت، خامه، شیر، شکر، پودر کاکائو، وانیل و شکلات تخته‌ای برای تزیین لازم داریم. تو این مرحله پودر نشاسته ذرتمون رو با پودر کاکائومون با هم قاطی میکنیم و 1/4 شیرمون رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا از اون حالت گلوله‌ای خارج بشه و یه سس رقیق بهمون بده. 2 پیمانه شیر باقی مونده‌مون رو با 1/3 لیوان شکرمون رو با هم مخلوط میکنیم تا موقعی که شکرمون حل بشه. بعد از اون سس شکلاتی که آماده کردیم رو بهش اضافه میکنیم. وانیلمون رو اضافه میکنیم، به سسمون هم میزنیم. این کار رو ادامه میدیم تا سسمون به یه غلظت خاصی برسه. وقتی که سسمون در این حد غلیظ شد، شعله‌مون رو خاموش میکنیم. تو مرحله آخر 2 قاشق خاممون رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم که یکم موادمون سرد بشه. بعد تو قالبی که میخوایم میریزیم و تزیین میکنیم، میذاریم یخچال خنک بشه، بعد نوش جان کنیم.